با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس و فاتیکمانده های عزیز و یاران گیران و خواهران عزیز. امروز میخوام آرایش عید قدیر رو بهتون یاد بدم. اولین کاری که میکنید این پوستتون و صورتتون رو خوب میسابید، تمام صورت رو تمیز میکنید. میبینید هیچ چی روش نیست، سفیده. لابد خودتون سوال میکنید میگین چرا روسری و کلاه سرته؟ خب ما کانفیوز هستیم، خود دیوونه میوونه یه چیزی هستیم، قاطی کردیم وسترن و ایسترن رو قاطی کردیم، فرهنگ کافرین رو با فرهنگ خود مقاطی کردیم، شده این آش شله قلم کار. اولین کاری که میکنین، من خودم شخصا از این استفاده نمی کنم، اما این هست کلینیک. خب احتیاجی ندارم دیگه، اما برای این مراسم بسیار مقدس تا میتونیم باید به خودمون بمالیم. اوه شستانه اینا میشه والا. آره عزیزان، در این عید مقدس میدونین عید قدیر تاریخچه‌ش رو میدونین چیه؟ فاتیکمانده های عزیز با شما هستم. شما اصلا میدونین عید قدیر چیه؟ بگید دیگه. روزی که خداوند چیکار کرد؟ حضرت علی رو به جانشینی رسما انتخاب کرد. آفرین. خب این رومالی رو این یه وقت نامحرم نبینه، همینجوری انجام بده که چاره ای نیست عزیزان. خود این بالا رو هم بمالید، چون وقتی که سایه میمالیم خوب بشینه. خب این کاری که انجام بدیم، کلاه این یاقوتی لامصب. اوکی، دیدید؟ این آرایش بسیار غلیظ باید باشه، چون که ما کار زندگی دیگه نداریم. به هر جهتی که شده چیکار میکنیم؟ باید خودمون رو مالیده، آرایش کرده. تا میتوانید هایلایت کرده، لولایت کرده. میفهمین دیگه هایلایت و لولایت؟ میبینید چه دماغ کوچیک شد؟ قبلا اینا رو بهتون یاد داده بودم. میدونم که عید قدیره، میدونم، اما در این عید ملکوتی ما تا میتونیم باید به خودمون بمالیم، چون ما به عنوان بد نیست فعلا در این ایام عزیز مالیده برید. چرا که ما با وظیفه شرعیمون هست. یه خودی چیکار کنید بعد از این استفاده میکنید، لپاتون رو قرمز میکنید، مخصوصا خواهرانی که در مشهد زندگی میکنید. هرچی لپا قرمزتر، برادران خشتک گلاب عراقی خواستگارتر. ما بد نیست بمالید. این کمه؟ این چیه؟ این لپا باید قرمز باشه. نگران روسریتون نباشید، لکه دار شد. خب این کارم که کردیم، کار دیگری که خواهران میکنید آرایش عید قدیره عزیزان. اونایی که تازه وارد شدید، ماتیک باید بزنیم. ماتیک باید قرمز باشه.
لبهاتون رو یادتون نره، هرچی این لب قرمزتر و گنده تر، ارادت شما به این روز ملکوتی بیشتر. آره دیگه، این جزئی از مؤمن بودنه. شما فقط موهاتون رو نباید نشون بدید، وگرنه مالیده برید. اشتباه نکنید، این فرصت جانانه رو از دست ندید. فقط ایام اینجوری هستش که ما میتوانیم بمالیم. البته روزهای دیگرش هم میمالیم. و یه چیز دیگر هم دقت کنید. اوکی خواهران عزیز، فاتوکامانده های محجبه، عزیزان کانفیوز، عزیزانی که قاطی پاتی کردید، اصلا نمیفهمید که دارید کدوم وری میرید، امروز آرایش عید قدیر رو میخوام بهتون یاد بدم. خب چشمامونه که نمیتونیم یادمون بره، چشمامون بهترین قسمت پنجره در داخل روحمون هست. این چشمان هست که نشان میدهد که چه آکله هایی هستیم ما. این خطه رو میذارید اینجا و اینو میکشید. اصلا نگران نباشید که شما مثل فاحشه های دور شانزلیزه شدید یا نه. شما فقط بکشید، دل رو باشید که برادران الان منتظرن. اینو بکشید. لامصب خیلی سخته. این تا این بالاها بیارید. اینم تا اینجاها بیارید. این هم جایی بکشید. اینقدر بکشید که فکر کنید مثلا جاده است داره میره طرف سوریه. آره دیگه، یا عراق. طولانیه دیگه راه. دیدید؟ خب ابروهاتون یادتون نره. ابروهاتون برای عید قدیر همانند روزهای دیگری که مثلا دانشگاه میرید یا درس میخونید یا سر کار میرید یا اصلا میرید برنج بخرید یا مثلا شام میپزید یا پیاز داغ میکنید، شما رو میگم فاتی کامانده ها، این ابرو باید همانند آن روزها باشد. وای خیلی خوب شد. وای چقدر سکسی شدید. ببین خانم محجبه یک سکسی اصلا چیز دیگری است. وای آره والا خوب شد. حالا آخرش شما وقتی که اینا همه رو هم بذارید دقت کنید، خیلی خوبه. آره تاجونش رو یاد گرفتید؟ اوکی. آخرین لحظه کاری که باید انجام بدیم، البته یه چیز دیگه هم هنوز مونده. باید سایه بمالیم برای این مراسم ملکوتی، برای عید قدیر. خب سایه رو نمیتونیم از دست بدیم. سایه این کار حتما باید انجام بشه. شما اینو میذارید اینجا. اصلا نگران نباشید. شما تا همین که موهاتون که ببینید سبزم هست و به خاطر این ایام میخوره، مثل انگشترم که هست. شما همین که روسری سریتونه و موهاتون رو پوشیدید و نامحرم نمیبینه، دیگه کامل حافظ عقیدتون هستید و هر جوری که دوست دارید میتونید بمالید. فقط خدایی نکرده موهاتون معلوم نشه. دیگه بقیه‌شو اصلا ما هیچ پرابلم مشکلی نیست. نه
خب سایرم که مالیدیم. وای 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 وای. کلاه شاپونم که سر منه. چطور نمیبود؟ آرایش عید قدیر عزیزم. بعد در این روز ملکوتی، در این روز مبارک، در این عید عزیز، یک چیز رو که شما یادتون نره، باید تا اونجایی که میتونین برق بزنین. یعنی واقعا اینقدر برق بزنین که برادران عراقی از 1.5 مایل که شما رو ببینن. آره دیگه من تو برده ها. خب هر عیدی آرایش خودش رو داره، اما ما معمولا آرایشمون برای همه نونوایی رفتن و سبزی خریدن و غذا پختن و هنرپیشه، اینا همه یک شکله. حتی دانشگاه هم همین جوری هست، فقط یه خود رنگش فرق میکنه، وگرنه متدش همینه. عید قربان، عید قدیر، اینا همش آرایشش یه شکله. آره آره خواهرم. این بالا لبه زیاد قرمز نیست، من همچین راضی نیستم. شما راضین؟ من که نیستم. من میگم یه خود دیگه بمالیم. آره این لبه لامصب قرمز نشد. اینم بمالیم. اینم هست درو. حالا اینا چجوری پاک کنم؟ من که اصلا از این سایز لبم راضی نیستم. شما راضین؟ من که نیستم. من میگم که خود بریم پایین تر. شما اینو تا این پایین اینا بکشید. مثل بچه ها هستن که موتیک مامانشون از کیف مامانشون دزدیدن. حالا اون شکلی هم شده ایبی نداره. میبینید سایز رو دیدید؟ خوشتون اومد؟ بعد خواهران، من اصلا این راضی نیستم. این هایلایت و این مایلایت میگم آره این کم، نه این درست نیست. شما اجازه بدید بعد از این که نگاه کردید یه جاهایی رو هست که باید تعمیر کنید. من میگم یه خود دیگه اینجوری بزنیم، از اینا بمالیم، این گونه‌مون رو برجسته تر کنیم. ایب نداره حالا اگه مثل فاحشه ها شدیم، فاحشه های دور شانزلیزه. رازی ظریف امروز رفت اونجا به دروغکی عکسای سال 2017 شو داشت به ما نشون میداد. فکر میکنه ما خری چیزی هستیم. مثل که رئیس جمهور شانزلیزه حاضر نشد ببیندش. گفتم غیبت هم بکنیم دیگه، حالا ما که داریم اینا رو میمالیم. آره والا خجالت هم خوب چیزی، عکسای سال 2017 شو داشت نشون میداد. آره عزیزم بهتر شد. نه میگم دماغی خود کوچیک‌تر کنیم. آره والا خیلی خوب شد. اینو میگن آرایش عید قدیر. من این ابرام راضی نیستم احمدی شورشو برن این یه ذری چشمامو مثلا راضی نیستم، کمه. اجازه بدید. به مناسبت عید قدیر میگم تا این جاهاش بیاین، تا تمام این زیرشو بکشید اصلا. آره تا این قشنگ مثل آره آفرین. واه 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 ویلا. ببینید چقدر رومانتیک شد. هر عیدی آرایش خودشو داره، اما خب وای افتاد. تو رو خدا نیفت. من میگم این ابرامون کلوفتر کنیم. آره هرچی این کلوفتر بهتر. اگه شما دقت کردید. اوکی خواهران عزیز، میگم آرایش ما تکمیل شد برای عید قدیر. امیدوارم که این عید به شما
و تمام هم عقیده های شما مبارک باشد. این روسریتون هم بذارید این بالا زیر کلاتون که خود عربی بشه، به این ایام بخوره. بابا این لبه بازم کوچیکه که اجازه بدید الان درستش میکنم. این سایز لبه خیلی مثلا کوچیکه. آره مردشیر چنین گنده نمیشه. اوکی اوکی عزیزان، آرایش عید قدیر انجام شد. امیدوارم که از کلاس آموزشی فاتی کامندو LLC خوشتون اومده باشه. واسطه دیگه لام از سب دوست نداره عربیشه، نمیدونم چرا. به زور دیکتاتوروار انجام بدید، اصلا نگران نباشید. چه دوام مونده؟ من از همینجا این عید رو به شما عزیزان تبریک میگویم. تا آرایش بعدی، کلاس بعدی، فعلا خداحافظ. من برم اینا رو بشورم، کنم یه 3 ساعتی طول بکشه تا من پوست بدبختمو. بای بای.